در مکزیک از ایشون سوال کردم که یا چرا ول کردی اومد و ایشون به من گفت که منو میکشتن. ولی خب من همیشه چیزم اینه که همونطوری که از یه افسر، از یه درجه دار، از یه سرباز انتظار میره که تا پای جونش وایسه و مبارزه بکنه، این انتظار از فرمانده کل قوام هست. از مظفرالدین شاه به بعد هیچ پادشاه ایرانی در خاک ایران خاک نیست. این افتخار نیست، یه ننگه. مهمدعلی شاه اگر یه گروه تو مغز خودش خالی کرد و به جای پناهندگی به سفارت روس، امروز شاه شهید. اگر رضا شاه وای میستاد مبارزه میکرد و در حین مبارزه کشته میشد، امروز شاه شهید. هر حکومتی فرق نمیکنه، هر نامی که داشته باشه، هر شکلی که داشته باشه، هر کسوتی که به تن در داشته باشه، کوچکترین گامی در برابر خواسته بیگانگان عقب بنشینه، اونا 2 گام جلوتر میآیند. این درس تاریخه، درسی که نیاموختیم و نیاموختم. اما من به نام پادشاه شما پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود.